سخن از افشاگران راز. باب پروکتور، فیلسوف، نویسنده و مربی شخصی. راز به شما همه چیز می دهد: خوشبختی، سلامتی و ثروت. دکتر جا ویلتا، متافیزیک، متخصصی بازاریابی و نویسنده. می توانید هر آنچه می خواهید باشد، به دست آورید یا انجام دهید. جان آساروف، کارفرما و متخصص کسب درآمد. می توانیم آنچه را می خواهید به دست آوریم. مهم نیست خواسته هایمان چقدر بزرگ باشد. در چگونه خانه می خواهید زندگی کنید؟ می خواهید میلیونر شوید؟ می خواهید چه شغل داشته باشید؟ خواهان موفقیت بیشتری هستید؟ واقعا چی می خواهید؟ دکتر جان دمارتین، فیلسوف، طبیبی بوم‌ها، متخصص رشد شخصی. این راز بزرگ زندگی است. دکتر دنیس ویتلی، روانشناس و مربی توانمندی‌های بالقوه ذهن. راهبرانی که در گذشته از راز آگاه بودند می‌خواستند قدرشان را برای خود حفظ کنند و آن را با کسی در میان نگذارند. آنها مردم را در بیخبری از راز نگاه داشتند. مردم به سر کار می رفتند، کارشان را می کردند و به خانه بر می گشتند. راز در دایره شخصانی کم شمار پوشیده می ماند. در تمام طول تاریخ مردمانی پرشمار حسرت آگاهی از راز را داشتند و در این میان کسانی پیدا شدند که راه برای با مردم در میان گذاشتن این آگاهی پیدا کرده اند. مایکل برنارد بکبیت، طراح و بنیانگذار مرکز ملی معنوی بین المللی. دیدم که در زندگی اشخاص معجزه های گوناگون رخ می دهند: معجزه های مالی، معجزه های شفای جسمانی، دهانی، روابط. جک کانفیلد، نویسنده، معلم، مربی زندگی و سخنران الهام بخش. همه اینها از آن رو اتفاق افتاد که توانستم راز را پیدا کنم. راز چیست؟ باب پروکتور. احتمالاً نشسته اید و میپرسید راز چیست؟ به شما میگویم که من چگونه آن را درک کردم. همه ما با قدرت به انتهای کار میکنیم. همه ما با کمک قانونهای یگانه خودمان را هدایت میکنیم. قانونهای طبیعی عالم هستی چنان دقیقند که حتی مشکل برای ساختن کشتی کیهانی نداریم. می توانیم مردم را به کره ماه بفرستیم. می توانیم لحظه فرود کشتی را دقیقاً در حد چند ثانیه پیش بینی کنیم. در هر جایی که باشد، هند، استرالیا، زلندی نو، استکهلم، لندن، تورنتو، مونترال، نیویورک، همه ما با یک نیرو سر و کار داریم: قانون جذب. راز قانون جذب است. هر آنچه بر زندگیتان راه پیدا می کند، شما آن را جذب خود کرده اید. شما با توجه به تصویرهایی که در ذهن خود دارید اینها را جذب می کنید. وابسته به آن است که چی اندیشه در سر دارید. هر آنچه در ذهن شما می گذرد، شما آن را به خود جذب می کنید. هر اندیشه‌ای که در سر می پرورانید چیزی حقیقی است. یک نیرو. پرینتیس مالفورد. بزرگترین معلمانی که تاکنون زندگی کردند به ما گفتند که قانون جذب قدرتمندترین قانون عالم هستی است. شاعران مانند ویلیام شکسپیر، رابرت براونینگ در اشعار خود به این موضوع اشاره کردند. موسیقیدان‌های از قبیل لودویگ بتهوون آن را در موسیقی خود به نمایش گذاشتند. نقاشان چون لیوناردو داوینچی آن را در نقاشی‌هایشان به تصویر کشیدند. متفکران بزرگ چون افلاطون، سقراط، رالف والدو امرسون، پیثاگور، فرانسیس بکون، ایساک نیوتن، یوگان ولفگانگ گوته و ویکتور هیوگو در نوشته‌ها و تعلیمات خود با آن آشنا کردند. نام آنان جاودانه باقی است و میراث آنها عصرهاست که دوام آورده است. دین‌ها و مذهب‌های مانند هندوئیسم، سنت‌های هرمتیک،
بودیسم، یهودیت، مسیحیت، اسلام و تمدن‌های مانند بابلی‌ها و مصریان در نوشته‌ها و حکایه‌های خود به آن اشاره کرده‌اند. این قانون به نوع‌های و شکل‌های مختلف در نوشته‌های باستانی تمام عصرها یافت می‌شود. در نوشته‌های سنگی 3000 سال قبل از میلاد مسیح به آن اشاره شده است و با آنکه بعضی‌ها هوس این آگاهی را خوردند و واقعاً هم آرزو کردند، همیشه قانون زندگی و حاضر بوده است که هر کس می‌توانسته است که به آن پی ببرد. این قانون از نقطه زمان شروع شده است. همیشه این طور بوده است و همیشه این طور باقی خواهد ماند. قانون است که نظم کامل عالم هستی هر لحظه از زندگی شما و آنچه را در زندگی تجربه می‌کند می‌آورد. مهم نیست که کی یا کجا هستید، قانون جذب تمام تجربه های زندگی شما را شکل می‌دهد. این قانون فوق‌العاده قدرتمند در اندیشه های شما جاری است. شمایید که قانون جذب را به بازی می‌گیرید و آن را به عالم فرا می‌خواند و این کار را با اندیشه های خود انجام می‌دهید. سال 1912 چارلز هایل قانون جذب را همچون بزرگترین و باوری بخشترین قانونی که همه این نظام آفرینش به آن وابسته است تعریف کرد. باب پروکتور. اندیشمندان و چاره‌گران همیشه از این موضوع آگاهی داشتند. می توانید آن را در بابلی‌های باستان دریافت کنید. موضوع است که آنان همیشه به آن دسترسی داشتند. اینان گروهی کوچکی هستند که می توان به آن اشاره کرد. بابلی‌های باستان و موفقیت عظیم آنها مورد بررسی محققان قرار گرفته است. اینها یکی از عجایب هفتگانه جهان، باغ‌های معلق بابل را پدید آورده‌اند. آنان با درک و کاربرد قانون عالم هستی یکی از ثروتمندترین نژادهای تاریخ شده‌اند. باب پروکتور: به نظر شما چگونه است که 1% جمعیت 96% درآمدی را که استحصال می شود نصیب خود می کند؟ فکر می کنید که این تصادفی است؟ نه، این گونه نقشه کشی شده است. آنها به موضوع پی بردند، آنها راز را درک می کنند. حالا این راز با شما در میان گذاشته می شود. آنهایی که ثروت را به زندگی خود راه داده‌اند، آگاهانه یا ناخودآگاه از راز استفاده کرده‌اند. آنها درباره فراوانی و دارایی و ثروت فکر کردند و اجازه ندادند که اندیشه های ضد و نقیض در ذهنشان ریشه بدواند. اندیشه غالب آنها ثروت بوده است. آنها تنها ثروت را می‌شناسند و چیز دیگری در ذهنشان وجود ندارد. چه از آن آگاه باشند و چه نباشند. اندیشه زیادی آنها درباره ثروت را نصیبشان کرد. این قانون جذب در عالم است. نمونه عالی که راز و قانون جذب را در عمل نشان می‌دهد این گونه است. ممکن است کسانی را بشناسید که ثروتی انبوه اندوختند، همین ثروتشان را از دست دادند و در کوتاه زمان بار دیگر به ثروتی انبوه رسیدند. اتفاقی در این مورد افتاد، چی آنها خود بدانند و چه ندانند، این است که اندیشه اساسی آنها ثروت این گونه بود که ثروت به دست آوردند. بعد هراسی از دست دادن ثروت در ذهنشان رخ نکرد و دیر نگذشت که این هراس اندیشه اساسی ذهن آنها گردید. آنها از اندیشه به دست آوردن ثروت به اندیشه از دست دادن ثروت رسیدند و در نتیجه دار و نادارشان را از دست دادند. اما وقتی آنچه را داشتند از دست دادند، ترسی از دست دادن ناپدید شد و بار دیگر درباره ثروت فکر کردند و ثروت به سوی آنها بازگشت. این قانون است که به اندیشه برمیگردد، نوع اندیشه هرچی باشد. مانندها یکدیگر را جذب میکنند. جان آسارف. ساده ترین راه برای پرداختن به موضوع جذب این است که خودم را مغناطیس در نظر بگیرم. من دانم که مغناطیس دیگر آن را جذب می کند. شما قدرتمندترین مغناطیسی عالم هستی می باشید. شما در خود یک نیروی مغناطیسی دارید که از هر چیز دیگری در این دنیا قوی تر است.
این نیروی مغناطیسی در اندیشه های شما جاری است. باب دایل، نویسنده و متخصص قانون جذب. به زبان ساده، قانون جذب میگوید که مانندها یکدیگر را جذب میکنند، اما در واقع در سطح اندیشه صحبت میکنه. قانون جذب میگوید مانندها یکدیگر را جذب میکنند. وقتی به چیز فکر میکنید، فکرهای مانندی آن را هم به خود جلب میکنید. در زیر به نمونه‌های از قانون جذب در زندگی اشاره میکنه. تا کنون درباره موضوعی که از آن شادمان نبودید فکر کرده اید؟ احساس نکردید که هر چی به آن بیشتر فکر کنید در نظرتان ناخوشایندتر می شود؟ علتش این است که وقتی روی فکر متمرکز می شوید، قانون جذب اندیشه های مانند به افکار شما را به ذهنتان راه می دهد. در لحظه به قدر اندیشه های ناخوشایند به ذهنتان وارد می شوند که احساس می کنید وضعتان بد و بدتر می شود. هرچی بیشتر به آن فکر می کنید، ناراحت تر می شوید. باید تجربه کرده باشه که به موسیقی گوش می دهید که بعد هر چی می کنید نمی توانید متن و آهنگ آن را از ذهن خود بیرون کنید. آهنگ همچنان در ذهن شما پخش می شود. وقتی به آن موسیقی گوش می دهید، به این که باشید به آن فکر می کردید و به این که دقت کرده باشید اندیشه های و عباره های مانند آن را به وجود خود راه می دادید. همین طرف قانون جذب به حرکت در آمد و اندیشه بیشتری درباره آن آهنگ را دوباره و چند باره ایجاد کرد. جان آساروف: کار ما همچون انسان این است که اندیشه های را که می خواهیم در خود حفظ کنیم دقیقاً در ذهن خود مشخص کنیم که چی می خواهیم و از آن به یکی از بزرگترین قانونهای عالم هستی برسیم که همانا قانون جذب است. به هر چی بیشتر فکر کنید به همان تبدیل می شود، اما در ذهن به هر چی بیشتر فکر می کنید همان را جذب می نامید. زندگی شما در حال حاضر بازتاب اندیشه های گذشته شماست. به این اندیشه های هم داخل می شوند که زیاد برایتان مهم نبودند. از آنجایی که هر چی را بیشتر به آن فکر کنید بیشتر به خود جذب می نماید. مهم است که بدانید در ساحه های گوناگون زندگی چه اندیشه های در سر داشته اید، زیرا این همان چیزهایی است که تجربه نموده تا به حال. حالا شما به راز آشنا می شوید و با این دانش می توانید همه چیز را تغییر دهید. باب پروکتور: اگر آن را در ذهن خود ببینید آن را در دستان خود خواهد داشت. اگر بتوانید با آنچه در سر دارید فکر کنید و این را فکری اساسی خود دانید، آن را به زندگی خود راه می دهید. مایکل دولی، نویسنده و سخنران بین المللی: و این اصول را می توان در چند کلمه ساده جمع‌بندی کرد. اندیشه تجلی خارجی پیدا می کند، یعنی به عمل می آید. از راه این قدرتمندترین قانون اندیشه های شما به چیزهای در زندگیتان تبدیل می شود. اندیشه های شما جلوگر می شود. این را به تکرار برای خود بگویید و بگذارید در آگاهی و هوشیاری شما جای بگیرد. اندیشه های شما نمود خارجی پیدا می کند. جان آساروف: آنچه اکثر مردم درک نمی کنند این است که اندیشه از بسامد برخوردار است. می توانید اندیشه را اندازه بگیریم. بنابراین اگر به اندیشه های بارها فکر کنید، به اتومبیلی نوی که می خواهید، به پولی که احتیاج دارید، به تأسیس شرکتی که در سر دارید و یا به یافتن شریک زندگیتان، اگر تصور کنید که آنچه که می خواهید چگونه است و از چه صفتی برخوردار است، به آنچه در سر می پرورانید می رسید. دکتر جا ویتاله: اندیشه های شما آن علامت مغناطیس را نمایان می کند که مشابه خود را به خود جذب می کند. اندیشه یا نگرش ذهن اساسی مانندی مغناطیس است و قانون این است که مشابه های یکدیگر را جذب می کنند. در نتیجه نگارش ذهنی به استثناء وضعیتی را جذب می کند که با طبیعت آن همخوانی داشته باشد. چارلز انیل: اندیشه ها مغناطیس هستند و بسامد دارند. وقتی فکر می کنید که اندیشه شما به عالم هستی فرستاده می شود
و مانند آهنربا هر چیزی را که بسامدی مشابهی داشته باشد جلب و جذب می کند. آنچه به بیرون فرستاده می شود به منبع باز می گردد و آن منبع شما هستید. این گونه فکر کنید. می دانیم که برج فرستنده تلویزیونی از طریق موج برنامه پخش می کند و روی تلویزیون شما به شکل تصویر می براید. اکثرا ما نمی دانیم که چگونه این روی می دهد، اما می دانیم که هر شبکه موجی دارد و وقتی با آن موج هماهنگ شویم تصویر را روی صفحه تلویزیون خود تماشا می کنیم. ما با انتخاب شبکه موج را انتخاب می کنیم و بعد تصویر را روی آن شبکه دریافت می کنیم. اگر بخوایم روی صفحه تلویزیون خود تصویرهای دیگری ببینیم، شبکه را عوض کنیم تا با شبکه نو همخوان شویم. شما یک برج انتقال انسانی هستید. از هر برج تلویزیونی که در این کره خاکی وجود دارد قدرتمندتر هستید. قدرتمندترین برج انتقال در عالم هستی هستید. برج انتقال شما زندگی شما را خلق می کند و هم دنیا را می آفریند. موجی که انتقال می دهید به آن سوی شهرها، کشورها و به آن سوی جهان راز می رود. در تمام عالم هستی پخش می شود. شما با افکار و اندیشه های خود این موج را انتقال می دهید. تصویرهایی که شما با انتقال اندیشه های خود دریافت می کنید روی صفحه تلویزیون خانه‌تان شکل نمی گیرد. اینها تصویرهای زندگی شما هستند. اندیشه های شما موج را جذب می کنند. چیزهای شبیه خود را روی آن موج جذب می نمایند و بعد به شکل تصویرهای زندگی به شما بازپس فرستاده می شوند. اگر می خواهید چیزی را در زندگی خود تغییر دهید، شبکه را عوض کنید و موج را با تغییر دادن اندیشه های خود تغییر دهید. لرزش نیروی ذهنی دقیق ترین و در نتیجه قدرتمندترین لرزش است که در عالم هستی وجود دارد. چارلز انیل. باب پراکتور. خود را ببینید که در سرشاری و فراوانی زندگی میکنید تا سرشاری و فراوانی را به خود جذب کنید. این موضوعی است که در همین لحظه ها درباره همگان درست میگیرد. وقتی خود را میبینید که در فراوانی زندگی میکنید، آگاهانه و قدرتمند زندگی خود را از طریق قانون جذب میآفرید. موضوع به همین سادگی است. بعد به بهترین و درستترین سوال گذاشته می شود: چرا همه آرزوهای خود را به حقیقت تبدیل نمی دهند؟ به جای بدها خوبها را جذب خود کنید. جان اسرافم. مسئله این است: اکثر مردم به آنچه نمیخواهند فکر میکنند و بعد حیرت میکنند که چرا آنچه نمیخواهند برایشان پیش میآید. یگانه دلیل آن که شخصان آنچه را میخواهند به دست نمیآورند این است که بیشتر به آنچه نمیخواهند فکر میکنند. به اندیشه های خود گوش دهید. به حرفایی که میزنید دقت کنید. این قانون مطلق است و خطایی در آن رخ نمیدهد. مشکلی که بنی آدم همیشه با آن درگیر بوده است نمیخواهم است. مشکلی که بنی آدم همیشه با آن درگیر بوده است نمیخواهم است. مردم این مشکل همگیر را با دقت کردن به آنچه نمیخواهند زنده نگه می‌دارند. اما نسل کنونی تاریخ را عوض خواهد کرد، زیرا ما به دانش دست پیدا کرده ایستاده‌ایم که ما را از چنگ این مشکلی همگانی نجات می‌دهد. این کار از شما شروع می‌شود. شما می‌توانید آغازگر این لرزشی فکری باشید و به هر آنچه می‌خواهید بیاندیشید و آن را به زبان آورید. باب دویل. قانون جذب کاری به این ندارد که شما چیزی را خوب درک می‌کنید. به این هم کاری ندارد که آن را دوست می‌دارید یا نه. با اندیشه شما در رابطه است.
با این حساب اگر به انبوه قرضهای خود فکر میکنید و احساسی بد درباره آن دارید، این علامت است که به عالم هستی میدهید. به خاطر این همه قرضداری احساسی بدی دارم. با این ترتیب برخورد آنچه را با آن روبرو هستید ارزانی خود میکنید. آن را در ذره های وجودتان احساس میکنید. این همان چیزی است که از آن نصیب بیشتری خواهد برد. قانون جذب یکی از قانونهای طبیعت است. موضوع غیر شخصی است و بد یا خوب را نمی بیند. اندیشه های شما را دریافت می کند و همان اندیشه ها را به حیات به شما بر می گرداند. قانون جذب خیلی آسان، آنچه را به آن فکر می کنید نصیب شما می سازد. لیزا نیکولز، نویسنده و حامی اختیار دادن شخصی. قانون جذب فرمانبردار است. وقتی به چیزهایی که می خواهید فکر می کنید و بعد با تمام وجود روی آنها دقت می کنید، قانون جذب آنچه را می خواهید در اختیارتان قرار می دهد. وقتی به آنچه نمی خواهید دقت کنید، نمی خواهم دیر کنم، قانون جذب نمی شنود که شما آن را نمی خواهید. قانون جذب به آنچه شما می خواهید یا نمی خواهید توجه ندارد. وقتی افکارتان را روی چیزی که می خواهید متمرکز می سازید و به همین شکل متمرکز باقی می ماند، با کمک قوی ترین نیروی موجود در جهان آنچه را می خواهید به سمت خود می کشید. قانون جذب به کلمه های نه، نمی خواهم و چیزهای از این قبیل واکنش نشان نمی دهد. وقتی کلمه های منفی را مورد استفاده قرار می دهید، قانون جذب این گونه برداشت می کند. نمی خواهم روی این لباسم چیز بریزم. می خواهم روی این لباسم چیز بریزم. نمی خواهم مویم را بد آرایش کنم. می خواهم مویم را بد آرایش کنم. نمی خواهم دیر برسم. می خواهم دیر برسم. نمی خواهم او با من بی‌ادبانه حرف بزند. می خواهم او و دیگران با من بی‌ادبانه حرف بزنند. نمی خواهم طربخانه میز ما را به کسی دیگری بدهد. می خواهم طربخانه میز ما را به کسی دیگری بدهد. نمی خواهم این کفشا پایم را ناراحت کند. می خواهم این کفشا پایم را ناراحت کند. نمی توانم همه این کارها را انجام بدهم. می توانم کارهای را از حد بیشتر انجام بدهم. نمی خواهم سرما بخورم. می خواهم سرما بخورم. می خواهم بیماری های دیگری به سراغم بیاید. نمی خواهم بحث کنم. بحث بیشتری می خواهم. با من این گونه حرف نزن. می خواهم با من این گونه حرف بزنی. دوست می دارم که همه با من این گونه حرف بزنند. قانون جذب آنچه را با آن فکر می کنید به شما می دهد. باب پروکتور. قانون جذب همیشه در کار است. آن را چی باور کنید و بفهمید چی نه. قانون جذب همان قانون آفرینش است. فیزیکی کوانتی به ما می گوید همه عالم هستی از اندیشه تشکیل شده است. شما از طریق افکار خود و قانون جذب دنیایتان را می آفرید. همه شخصان همین کار را می کنند. صرفاً به این دلیل که این را می دانیم این قانون باز نمی ایستد. این قانون همیشه در زندگی شما و در زندگی همه در سرتاسر تاریخ فعال بوده است. وقتی از این قانون عظیم آگاهی پیدا می کنید، می فهمید که از چه قدرت برخوردارید. می توانید با فکر کردن به زندگی خود شکل و موجودیت بدهید. لیزا نیکولز. هر اندازه فکر کنید آن قانون همان قدر حاکمیت پیدا می کند. هرگاه افکار شما جاری می شود قانون جذب به کار می افتد. وقتی به گذشته فکر می کنید قانون جذب فعال است. وقتی به لحظه حال یا آینده فکر می کنید قانون جذب فعال است. این روندی ادامه دار است. تگمه ایست وجود ندارد که فشارش بدهیم. تا روزی که اندیشه شما فعال باشد این قانون هم فعال است. چی بدانیم و چی ندانیم، اکثری وقت در حال فکر کردن هستیم. وقتی با کسی حرف میزنیم یا به حرفای کسی گوش میدهیم در حال فکر کردنیم. وقتی روزنامه میخوانیم یا تلویزیون تماشا میکنیم در حال فکر کردنیم.
وقتی به یاد خاطرات گذشته میافتیم فکر میکنیم. وقتی به چیزی وابسته به آینده نظر داریم باز هم در حال فکر کردنیم. وقتی رانندگی میکنیم فکر میکنیم. وقتی در صبح آماده پیشواز روز میشویم در حال فکر کردنیم. برای بسیاری از ما یگانه زمانی که فکر نمیکنیم وقتی است که در خوابیم. با این حال قانون جذب از طریق آخرین اندیشه پیش از خواب ما عمل میکند. کوشش کنید که قبل از خواب فکرهای خوب بکنید. مایکل برنارد بکبیت. آفرینش همیشه در حال رخ دادن است. هرگاه کسی فکر در سر داشته باشد یا کسی مدت طولانی به چیز خاص فکر کند روند آفرینش در کار است. از این افکار چیز جلوه‌گر می شود. آنچه حالا با آن فکر می کنید زندگی این لحظینه شما را می آفرد. شما با اندیشه های خود زندگیتان را می آفرید. از آنجایی که همیشه فکر می کنید همیشه در حال آفرینش هستید. هر چی بیشتر به موضوع فکر کنید بیشتر در زندگیتان نمونه پیدا می کند. مانند دیگر قانونهای طبیعت این هم قانون به کم و کاست است. شما زندگی خود را می آفرید. هر آنچه بکارید همان را می دروید. افکار شما در حکم بذر و دانه هستند و محصولی که برداشت می کنید بستگی به چیزی دارد که می کارید. اگر دائم شکایت می کنید قانون جذب قدرتمندانه وضعیت‌های دیگری را به زندگی شما راه می‌دهد تا از آنها هم شکایت کنید. اگر به شکایت‌های شخص دیگری گوش بدهید و روی آنها دقیق شوید، اگر با شکایت‌های دیگران همدردی کنید، موردهای بیشتری را به زندگی خود دعوت می‌کنید تا درباره‌شان شکایت کنید. این قانون آنچه را به آن فکر می‌کنید به زندگیتان راه می‌دهد. با این آگاهی قدرتمند می توانید هر وضعیتی را تغییر دهید. می توانید با تغییر دادن افکارتان زندگیتان را تغییر دهید. قدرت ذهنی شما. مایکل برنارد بکبیت. شما آنچه را در آگاهیتان به آن فکر می کنید به خود جلب می نمایید. مهم نیست که آن افکار در خودآگاهی شما باشد یا ناخودآگاهتان. چی در گذشته و از اندیشه های خود آگاهی داشته اید و چی نداشته اید. حالا به این آگاهی رسیده ایستاده اید. همین حالا با دریافت آگاهی درباره راز از خواب عمیق بیدار می شوید و به آگاهی می رسید. آگاهی از دانش، آگاهی از قانون، آگاهی از قدرتی که در اندیشه خود دارید. دکتر جان دمارتین. اگر به راز خود فکر کنید و به آن دقیق شوید، اگر به قدرت ذهن و قدرت اراده در زندگی روزانه خود بیاندیشید، می‌بینید که زندگیتان را احاطه کرده است. تنها کاری که باید کنیم این است که چشمانمان را بگشاییم و آن را ببینیم. لیزا نیکولز. قانون جذب را در همه جا می‌توانید ببینید. شما همه چیز را به سوی خود جذب می‌کنید. اشخاص، شغلها، موقعیتها، سلامتی، ثروت، قرضداری، شادی، اتومبیل که با آن رانندگی میکنید و جامعه هایی که در آن به سر میبرید مانند آهنربا همه اینها را به سمت خود میکشید. به هر چی فکر کنید آن را ایجاد میکنید. همه زندگی شما سرچشمه میگیرد از اندیشه‌ای که در سر میپرورید. جهان هستی در برگیرنده است، نه محدود کننده. چیزی نیست که از قانون جذب بیرون باشد. زندگی شما آینه افکار اساسی است که در ذهن می پرورانید. همه موجودات زنده در این سیاره خاکی بر اساس قانون جذب کار می کنند. اما تفاوت انسان ها با دیگر موجودات زنده در این است که انسان قدرت تشخیص دارد. می تواند از اراده آزاد خود بهره بگیرد و اندیشه هایش را انتخاب کند. از قدرت بهره‌مند است که می تواند آگاهانه فکر کند و دنیایش را با کمک ذهنش آفرد. دکتر فرید آلن وولف، متخصص فیزیک کوانتی، سخنران و نویسنده برنده جایزه. من از روی خیال پردازی و رویا بافی با شما حرف نمیزنم.
با درک عمیق و اصولی با شما سخن میگویم. فیزیک کوانتی به این کشف اشاره دارد. میگوید به دخالت ذهن عالمی هستی نمیتواند وجود داشته باشد و اینکه ذهن آنچه را درک میکند شکل میدهد. اگر به موضوع قدرتمندترین برجی فریستنده‌ای عالمی هستی برگردید، می توانید همبستگی کامل با حرفای دکتر وولف برقرار کنید. ذهن شما فکر می کند و تصویری آن به تجربه زندگی شما باز می گردد. شما با افکار خود نه تنها زندگیتان را می آفرید، بلکه اندیشه های شما قدرتمندانه به آفرینش جهان کمک می کند. اگر خود را پست و ناچیز پنداشتید، اگر فکر کردید که در این جهان از قدرت برخوردار نیستید، دوباره بیاندیشید. ذهن شما دنیای پیرامون شما را شکل می دهد. کشفیات های حیرت انگیز متخصصان فیزیک کوانتی در 80 سال گذشته به ما امکان درک عمیق‌تری توانایی آفرندگی ذهن انسان را داده است. کار این فیزیکدانان با سخنان بزرگترین مغزهای جهان از جمله کارنگی، امرسون، شکسپیر، بکان، کریشنا موریتی و بودا هماهنگی دارد. باب پروکتور: اگر قانون را درک نمی کنید، معنایش این نیست که باید آن را رد کنید. ممکن است نیروی برق را درک نکنید و با این حال از منفعت‌های آن بهره بگیرید. من نمیدانم این نیرو چگونه کار میکند، اما میدانم که با کمک برق میتوانید هم غذای انسانی را بپزید و هم خود او را. مایکل برنارد بکبیت: اشخاص وقتی رازی بزرگ را درک میکنند بیشتر نگران همین اندیشه های میشوند که ممکن است به ذهنشان وارد شود. این اشخاص باید بدانند علم اثبات کرده است که اندیشه مثبت از اندیشه منفی چندین مراتب قدرتمندتر است. این تا حد از نگرانی ها میکاهد. باید افکار منفی فراوان و همیشه در کار باشد تا امر منفی را در زندگی شما ایجاد کند. اما اگر مدت طولانی اندیشه منفی داشته باشید، نتیجه های آن در زندگیتان ظاهر می شود. اگر نگرانی داشتنی اندیشه های منفی باشید، نگرانی های بیشتری در این زمینه پیدا می کنید. از همین حالا تصمیم بگیرید که می خواهید تنها افکار خوب و مثبت را به ذهن خود راه بدهید. در عین حال به همه عالمی هستی اعلام کنید که همین افکار خوب شما قدرتمند و افکار منفیتان ضعیفند. لیزا نیکلز: خدا را شکر که به لطفی توقف‌های زمانی تمام افکارتان یک باره به شما هجوم نمی آورند. اگر چنین می بود، مشکل پیدا می کردیم. عنصری تاریخ گاه به شما خدمت می کند، فرصتی ارزیابی دوباره می دهد تا به آنچه می خواهید فکر کنید و به انتخاب نوی برسید. شما حالا از قدرت آن برخوردارید که زندگیتان را خلق کنید، زیرا همین حالا زمان است که شما فکر کرده ایستاده اید. اگر اندیشه های در سر داشته اید که جنبه مثبت و مفید نداشتند، از زمین حالا می توانید در اندیشه خود تجدیدی نظر کنید. می توانید اندیشه های قبلی را بردارید و به جای آنها اندیشه های مثبت بکارید. دکتر جو ویتال: لازم است اندیشه های خود را بشناسید و افکارتان را به دقت انتخاب کنید، زیرا شما شاهکار زندگی خود هستید. شما آفرنده زندگی خودید. مجسمه داوودی که می تراشید خود شما هستید. راه برای اراده کردن ذهن این است که آرام کردن آن را بیاموزیم. تمام کسانی که در این کتاب از آنها نام برده شده است به استثنا هر روز مراقبه می کنند. تا زمانی که راز را درک نکرده بودند نمی دانستند مراقبه تا چه اندازه می تواند قدرتمند باشد. مراقبه ذهنتان را با سکوت می کشاند و به شما کمک می کند که اندیشه هایتان را لجام زنید و جسمتان را احیا کنید و به آن نشاط بدهید. خبر خوش این است که مجبور نیستید ساعتها وقت خود را
به مراقبه بگذرانید. کافی است روز 3 تا 10 دقیقه شروع کنید. مراقبه تا همین حد و اندازه هم برای اداره کردن اندیشه های شما قدرت لازم را دارد. برای آگاه شدن از اندیشه های خود می توانید اراده به خرج دهید و بگویید من بر افکار خود فرمان روا هستم. این عبارت را روز چند بار تکرار کنید. وقتی به این قول بایستید به خواسته‌تان می رسید. شما اطلاعات به دست آورده ایستادید که به شما امکان می دهد بهترین خویشتن خود را بسازید. تصمیم بگیرید که می خواهید چی کار کنید، به کجا برسید، چی داشته باشید. به اینها فکر کنید تا پندارتان زندگی شما بشود. خلاصه راز بزرگ زندگی قانون جذب است. قانون جذب میگوید که مشابه ها یعنی مانندها یکدیگر را جذب میکنند. بنابراین وقتی فکری را در سر میپرورانید افکاری به آن مانند را به ذهن خود راه میدهید. فکرها مثل مغناطیس عمل میکنند. در ذهن فکرها دارای موج هستند. وقتی فکر میکنید افکارتان در عالم هستی پراکنده میشود و به شکل آهنربا آنچه را به موج آنها مانندیم داشته باشد به خود جلب میکند. آنچه بیرون فرستاده می شود به منبع یعنی به شما باز می گردد. شما مانند برج انتقال انسانی هستید و با افکارتان موجها را می پراکنید. اگر می خواهید چیزی را در زندگی خود تغییر دهید با تغییر دادن فکرتان موج را تغییر دهید. افکار جاری شما زندگی آینده تان را می سازد. هرچی بیشتر درباره آن فکر کنید در زندگیتان ظاهر خواهد شد. اندیشه های شما صورت خارجی پیدا می کنند یعنی عملی می شوند.